چه شده است؟ شما کجا هستید؟ به نظر می رسد تصمیم گرفته اید که اصلاً خبری از خود ندهید و حسابی ما را چشم به راه بگذارید. شاید اصلاً ما را از یاد برده اید و یا در قفقاز با کسی ازدواج کرده اید. راستی این شخص کیست؟ قصد دارید تئاتر را هم کنار بگذارید؟ نویسنده از یادها رفته است. چه بیرحمی، چه سنگ دلی. همه سلام دارند. اینجا هیچ خبر تازه ای نیست. اینجا هیچ مگسی پر نمی زند. حتی گوساله ها هم گاز نمی گیرند. میخواستم خودم شما را به ایستگاه برسانم، اما خوشبختانه باران اجازه نداد. به پترزبورگ رفتم و آنجا 2 عکس گرفتم. از سرما یخ زدم. تا قبل از ماه ژوئیه پایم را به یالتا نمیگذارم. اگر اجازه